درباره بندگانی که نماز ندارند ولی فعل و رفتار خوب دارند قرآن چی میگوید؟ همین آدمی که نماز نداشته باشد لیکن فعل کردار خوب دارد در اصل وجود دارد. هست آدم‌هایی که خوبند، رفتار خوب دارند، گفتار خوب دارند، لکن نماز ندارند. این معنای را دارد که هر یک عملی نیکی اونها را همین بینمازیش همش نابود میکند. اگر همین روز تا بیگاه صدها مسلمان دست شگیرد، چی به یاردمی مثال جانی باشد چی مالی باشد، لیکن مادام نماز نمیخواند وای در لعنت خدا گرفتار است. پیغمبر خدا میگوید العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. ای امت اسلام، من با شما در عهد بستگی هستم، شرطنامه دارم. پیغمبر میگوید یعنی در حالت شما امتی من هستید، در حالت شما مسلمانی کامل هستید که شما نماز داشته باشید. اگر نماز نداشته باشین شما عهد ما را شکستین، شما شرطنامه را شکستین، شما پیمان را شکستین، شما امتی من نیستین. یعنی همه